سرخط خبرها. مردم افغانستان در کنار ملت ایران. ذبیح الله مجاهد میگوید در صورت جنگ میان امریکا و ایران، افغانها با ملت ایران همکاری خواهند کرد. یک کشور مسلمان است، ما با ایران روابط تاریخی داریم. زیان صدها میلیون دلاری پاکستان از بسته بودن ترخم. رسانه های پاکستانی میگویند که روزانه 2 میلیون دلار به پاکستان زیان وارد می شود. د مرز له خلکو سره د پاکستان د پښتونخوا د خلکو ډیر زیات کاروبار له افغانستان سره هغه هم تړل شوی دی. معادن اطلاع رونق جدید اقتصاد بدخشان. همکنون بیش از 100,000 نفر در پروژه های معادن اطلاع در بدخشان مصروف کار هستند. نیاز است که کارمندان افغانی هم آموزش دیده شود تا بتوانیم ما در دراز مدت از کارمندان داخلی خود استفاده بکنیم. و برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و امریکا تا یک روز دیگر. علی لاریجانی گفت که اسرائیل تلاش دارد مذاکرات را تخریب کند. در دقیقه آخر ترامپ اعلان موفقیت کنه. برای آقای ترامپ دروغ گفتن بسیار ساده است. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 در 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 16 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرد که در صورت جنگ میان امریکا و ایران، مردم افغانستان با ملت ایران همکاری و همدردی خواهند کرد. مجاهد در گفتگوی با اشاره به درگیری پیشین میان ایران و امریکا گفت که اگر بار دیگر واشنگتن با تهران درگیر شود، ایران پیروز خواهد بود. گزارش از اناهیتا اندر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرده است که در صورت جنگ میان امریکا و ایران، ملت افغانستان با ملت ایران همکاری و همدردی خواهند کرد. سخنگوی امارت اسلامی در گفتگو با بخش پشتوی رادیوی ایران در پاسخ به این پرسش که اگر میان ایران و امریکا جنگ آغاز شود، امارت اسلامی از کدام طرف حمایت خواهد کرد، گفته که در صورت آغاز جنگ افغانها آماده‌اند در حد توان خود با ملت ایران همکاری و ابراز همدردی کنند. هرگاه بر ما صدا زده شود، افغانها آماده اند تا به اندازه توان خود در مشکلات جنگ با ملت ایران همدردی و همکاری داشته باشند، اما امیدواریم میان دو کشور جنگ رخ ندهد. ایران با افغانستان از یک طرف روابط بسیار خوب داره، روابط اقتصادی، ترانزیتی، و از طرف دیگه همسایه افغانستان است، یک کشور مسلمان است. ما با ایران روابط تاریخی داریم. به نظر ما این همه عواملی است که امارت اسلامی به خاطر همین مناسبت‌های نزدیکی که ما با ایران داریم، با حکومت ایران، با مردم ایران هماهنگی نشان داده. مجاهد در این گفتگو با اشاره به درگیری پیشین میان ایران و امریکا اظهار داشت که در آن جنگ ایران پیروز شد. به گفته او اگر بار دیگر چنین اقدامی صورت گیرد، نتیجه نیز به سود ایران خواهد بود، زیرا این کشور توانایی دفاع از خود را دارد. در گام نخست ما طرفدار جنگ نیستیم. اگر به یاد داشته باشید، بار گذشته نیست که بر جمهوری اسلامی ایران حمله صورت گرفت، نتیجه این بود که ایران برنده و پیروز شد. من فکر می کنم این بار همچنین خواهد بود، زیرا ایران توانایی دارد، بر حق است و حق دفاع از خود را دارد. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که چنین موضع‌گیری‌ها نشان دهنده همبستگی کشورهای منطقه در برابر حملات و تلاش‌های خارجی برای ناامن‌سازی منطقه است. روابط افغانستان ایران در حال حاضر در سطح خوب و تا گفته میشه که فوق‌العاده است. دو کشور، دو دولت رابطه بسیار نزدیک سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ترانزیتی و انتقالاتی دارند. این به نفع هر دو کشور است، به نفع ایران و به نفع افغانستان. این اظهارات در حال مطرح می شود که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز به تازگی گفته است که تهران به کشورهای همسایه به ویژه افغانستان به چشم کشور دوست و برادر می نگرد. رئیس جمهور ایران تاکید کرده که ایران روابط برادرانه با کشورهای همسایه را تقویت خواهد کرد و راههایی که این کشورها را به هم پیوند می دهد راههای صلح، پیشرفت و علم است.
روزنامه‌های پاکستانی نوشتند که بسته ماندن گذرگاه ترخم روزانه حدود 2 میلیون دلار زیان صادراتی به پاکستان وارد می‌کند. اکسپرس تریبون گزارش داده که در حدود 120 روز خسارات صادراتی ناشی از این وضعیت به بیش از 240 میلیون دلار رسیده است. باز هم گزارش زناهیتا اندر. بیش از 4 ماه است که گذرگاه استراتژیک ترخم که روزگار نبض تپنده تجارت میان پاکستان و افغانستان بود مسدود مانده است. این انسداد طولانی مدت با گزارش رسانه‌های پاکستانی اکنون به یک فاجعه اقتصادی و تجاری تبدیل شده است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش داده است که بسته ماندن گذرگاه ترخم روزانه حدود 2 میلیون دلار زیان صادراتی به پاکستان وارد می‌کند. بر اساس این گزارش طی حدود 120 روز خسارات صادراتی ناشی از این وضعیت به بیش از 240 میلیون دلار رسیده است. با گزارش این روزنامه توقف فعالیت این گذرگاه زنجیره‌های تامین محلی، شبکه‌های حمل و نقل و بازارهای محلی این کشور را فلج کرده است. تیر تاریخ کې دا ثابت و چې د میاشتې 200 میلیون ډالر دوی خالي مونږ ته واردات لري. نو هغه 200 میلیون ډالر کاملا متوقف دي، هغه د منځه لاړ او هغه نه کېږي. دوی ډېر زیات تاواني شوي دي په دې داخلي تجارت کې. په ترانزیت کې مونږه تاواني شوي وو. زمونږ تقریبا 15,000 کانټینر په شاوخوا کې په کراچۍ کې بند پاتې شو. اوس یې بیرته وباسو. د کراچۍ نه 10,000 ډالر په پی کانټینر باندې مونږ تاوان ورکوو چې بیرته دا وباسو. در همین حال شمار از آگاهان اقتصادی به این باورند که بسته ماندن گذرگاه‌های ترخم بیشترین زیان را متوجه پاکستان ساخته است. آنان میگویند که خساره‌های سنگین صادراتی و تجاری ناشی از این وضعیت فشار مستقیم بر وضعیت اقتصادی پاکستان وارد کرده و نشان می‌دهد که این وضعیت بیش از همه از انسداد مرزها آسیب پذیر است. پاکستان تر افغانستان ډیر زیان وینځل خو دې لپاره چې موږ تاسو یو ښه ستراتیژیک پلان ولرو، اوږدمهاله پلان نه ولرو، نو بیا موږ کولی شو چې دغسې زیانونو مخه ونیسو. هغه پاکستان پر مربوطه چې پاکستان څه غواړي، پاکستان ولې داسې کوي، ولې سیاسي فشارونه په افغانستان باندې واردوي. یو خبره دا ده چې دوی دا فکر کوي چې افغانستان اوس هم تنها پاکستان ته محتاج او پاکستان کولی شي چې د افغانستان ټول هغه مشکلات حل کړي. تجارت سره له سیاست نه باید سره جدا شي. نو همدغه وای اجازه داسې سیاست له تجارت سره دوی تړلی ده، پاکستان تړلی ده، نو هر وخت تاوانونه هم ډیر زیات دي. نو بل خوا که وګورئ د مرز له خلکو سره د پاکستان د پښتونخوا د خلکو ډیر زیات کاروبار له افغانستان سره هغه هم تړل شوی ده. گذرگاه ترخم پس از تبادل آتش میان نیروهای امارت اسلامی و سربازان پاکستانی در اکتبر سال گذشته مسدود شد. در پی این درگیری نه تنها ترخم بلکه گذرگاه‌های مهم دیگر چون خرلوچی، غلام خان، انگورعده و چمن نیز به طور نامحدود بسته شدند. هرچند با میانجیگری قطر و ترکیه آتش بس برقرار شد، اما به دلیل بی‌نتیجه ماندن چند دور مذاکرات مسیرهای تجاری میان دو کشور همچنان بسته باقی مانده است. وزارت معادن و پترولیم میگوید که در حال حاضر بیش از 100,000 نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در معادن اطلاع در چندین ولسوالی بدخشان مصروف کار هستند. این وزارت اعلام کرده که با آغاز به کار معادن اطلاع وضعیت اقتصاد مردم منطقه به طور قابل توجهی تغییر کرده و آنان از این طریق هزینه‌های روزمره خود را تامین می‌کنند. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده است که بیش از 100,000 نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در پروژه های زرچشویی در چندین ولسوالی بدخشان مصروف کار هستند. این وزارت در خبرنامه گفته است که تا کنون کار 7 پروژه انکشافی به ارزش 223 میلیون افغانی در چارچوب خدمات اجتماعی شرکت های قراردادی معدن در این ولایت آغاز شده است. د طلا او حرفوي استخراج په موخه جوازونه ویشل شوي دي چې په دغه پروسه کې 1,00,000 شاوخوا خلک په کار باندې بوخت دي. همداراز د قانون پټرولیم وزارت ټیمونو لخوا په دوامدار ډول باندې نظارت او څارنه کیږي او دغه قراردادي شرکتونو څخه د عامه منفعه او ټولنیزو خدماتو په برخه کې هم تعهدات اخیستل شوی دی. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند که توسعه معادن و سایر سکتورهای اقتصادی در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در داخل افغانستان است و گفته آنان افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی شده و با ایجاد فرصت‌های کاری بیشتر و کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان کمک کند. د افغانستان د معادن څخه استفاده د صنعت سکتور پرمختګ
د زراعت په سکتور کې نوښتونه او نوي برنامې دي او ترڅنګ د افغانستان د ترانزیت څخه ښه استفاده ده. دغه ټول کولای شي د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د بدلون لپاره فرصتونه آماده کړي، ځکه دوی پرمختگ سره خلکو ته د کار زمینه مساعده‌ای در ما به شکل فنیش استخراج شود و تلاش صورت بگیره که او شرکتایی که در این بخش استخراج معادن کار میکنن اگر در بخش فنی و مسلکی از کارمندان خارجی باشه نیاز است که کارمندان افغانی هم آموزش دیده شود تا بتونیم ما در دراز مدت از کارمندان داخلی خود استفاده بکنیم. اما حالا متاسفانه بنابر فقدان کارمندان فنی و مسلکی ما بیشتر کارمندان خارجی را استخدام کردیم که معاشی که به اینا پرداخته میشه ما میتونیم که در عوض زو 10 افغانیگی خود مصرف کار بکنیم. گفتنی است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی توجه به بخش معادن به شکل چشمگیر افزایش یافته و در بخش‌های مختلف قراردادهای برای اکتشاف و استخراج معادن به امضا رسیده است. و در خارج از کشور، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به برگزاری مذاکرات میان تهران و واشنگتن گفت که اسرائیل تلاش دارد مذاکرات را تخریب کند. او با تاکید بر این که اسرائیل نقش ماجراجویانه در منطقه دارد تصدیق کرده که ممکن است امریکایی ها در مذاکرات ایران منفعت خود را جدا از اسرائیل در نظر بگیرند. قرار است دور دوم مذاکرات تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه با میانجیگری عمان در ژنو سوئیس برگزار شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در این دور از گفتگوها در رأس هیئت عازم ژنو شد. اما این مذاکرات را سلطان عمان بر عهده دارد، کشوری که پیشتر نیز دور نخست این گفتگوها را در مسقط میزبانی کرده بود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که این کشور آماده است در هر زمان برای تسهیل گفتگو میان ایران و ایالات متحده آمریکا نقش آفرینی کند. در پیوند به مذاکرات ایران و آمریکا، علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران در گفتگو با شبکه الجزیره با اشاره به برگزاری مذاکرات میان تهران و واشنگتن نسبت به تلاش اسرائیل برای تخریب این گفتگوها به آمریکا هشدار داد. او تاکید کرد که اسرائیل نقش ماجراجویانه در منطقه دارد و تلاش دارد مذاکرات را تخریب کند. لاریجانی همچنین گفت که مسئله موشکی ربطی به مذاکرات ندارد و جزء مسائل امنیت ملی ایران است. او در بخشی از سخنانش هشدار داد که اگر امریکایی ها زور بگویند ایران پاسخ زور را با زور خواهد داد. غنیسازی ایران برای مصارف پزشکی است و مذاکرات موشکی مطرح نشده است. اسرائیل دنبال بهانه برای جنگ است و پیشتر هم تلاش کرد، اما نتیجه آن ضربه به خودش بود. ما با امریکا مذاکره میکنیم. اسرائیل نقش ماجراجویانه در منطقه دارد. اسرائیل پا برهنه وارد شده و تلاش دارد که مذاکرات را خراب کند. اگر بناست امریکایی ها به ما زور بگویند، پاسخ خواهند گرفت. ما دنبال درد سر نیستیم و هدفمان حل مسئله است. لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرنگار الجزیره در مورد حمله احتمالی ایران به پایگاهی آمریکا در قطر گفت که تهران به قطر تجاوز نمیکند، بلکه هدف این کشور پایگاهی آمریکاست. به گفته وی پایگاه آمریکا در قطر جزو سرزمین آمریکاست و نه سرزمین قطر. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که با توجه به برگزاری مذاکرات میان تهران و واشنگتن، جنگ میان دو کشور اتفاق نخواهد افتاد و ممکن آمریکا با ایران به توافق برسد. تمرکز و محاصره ایران توسط قوای بحری امریکا خب واضح است که نشان دهنده از است که جنگ بسیار نزدیک است، اما امکان داره که در دقیقه آخر ترامپ اعلان موفقیت کنه. برای آقای ترامپ دروغ گفتن بسیار ساده است. همچنین مجید تخ روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با BBC گفت که اگر ایالات متحده آمریکا آمادگی رفع تحریم‌ها را داشته باشد، ایران نیز برای دستیابی به توافق آماده است. این در حالی است که دور پیشین مذاکرات ایران و آمریکا جمعه گذشته در مسقط پایتخت عمان به پایان رسید. گفتگوهایی که هر دو طرف آن را خوب توصیف کردند. اکنون نگاه‌ها به دور بعدی مذاکرات دوخته شده است، جایی که باید دید آیا این مسیر به نتایج مثبت و ملموس خواهد انجامید یا در صورت ناکامی چه سناریوهای نگران کننده در انتظار منطقه خواهد بود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.